جنگ‌های صلیبی. جنگ‌های صلیبی مجموعه‌ای از جنگ‌ها بود که بین قرن 11 تا 13 میلادی بین اروپا و دنیای اسلام رخ داد. هدف اصلی این جنگ‌ها تألیف و بازپسگیری سرزمین‌های مقدس به ویژه اورشلیم از دست مسلمانان بود. نتایجی که این جنگ‌های صلیبی به همراه داشت: جنگ صلیبی اول با موفقیت اروپاییان همراه بود و آنان اورشلیم را تصرف کردند. اما جنگ‌های بعدی از جمله جنگ صلیبی دوم و جنگ صلیبی سوم موفقیت کمتری داشتند و با شکست‌های متعدد روبرو شدند. پیامدهایی که این جنگ‌های صلیبی به همراه داشت، تأثیرات عمیقی بر روابط فرهنگی و تجاری بین شرق و غرب داشتند و به رشد تعصبات دینی و تحولات سیاسی در اروپا و خاورمیانه انجام میدن.